ریشه های خشم پیچیده بر هم، کاخ ظالمان کلید رمز انقلاب ما، تنها اتحاد ما. بینندگان گرامی، درودهای گرم و صمیمانه من را پذیرا باشید. من کاوان سنی از استودیوی تلویزیون حزب کمونیست ایران در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به انقلاب سراسری مردم ایران بر علیه نظام فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. همان گونه که آگاه هستید، در طی چند روز گذشته فراخوان‌های متعددی برای سالگرد، یعنی سومین سالگرد در واقع، شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و جان باختن 176 سرنشین این هواپیما داده شده بود و ما امروز شاهد، یعنی از دیروز در واقع، در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، همون گونه که بیشتر هم اعلام شده بود، قرار بود در بیش از 90 شهر دنیا این تجمعات برگزار بشه و یاد این عزیزان جان باخته گرامی داشته بشه. همچنین همزمان با این، یعنی یکی دو روز قبل از این سالگرد، ما اعدام 2 تن دیگر از جوانان بیگناه این سرزمین رو داشتیم به دست نظام فاسد و نادادپرور در واقع جمهوری اسلامی که اسم دستگاه قضایی را حیفه که روش دستگاه عدالت و دادپروری گذاشت و واقعا دستگاه جنایتی است، دستگاه کشتاری است که مدام در حال صدور رأی حکم اعدام و محاربه برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر هستش. لذا در این برنامه ما می‌خوایم بیشتر این موضوع فراخوان و همچنین فراخوان‌هایی که پیشتر داده میشد، میزان موفقیت و اینکه این فراخوان‌ها اصولاً چه تأثیری داره و چه کار باید کرد که این فراخوان‌ها بشه گسترده‌تر اجرا بشه و بهتر و بتونه هزینه بهتر باشه برای رژیم تا زمانی که احساس نکنه که اعدام هایی که میکنه، کشتاری که میکنه، شکنجه و تجاوزی که انجام میده در زندان ها براش هزینه سنگینی در بر داره، مجبور به عقب نشینی نمیشه و دست از جنایتاش بر نمیداره. لذا برای بررسی بیشتر این موضوع میخوایم این موضوع رو بیشتر باز کنیم. از مهمان ارجمندی دعوت کردیم خانم پروانه بوکا، عضو حزب کمونیست ایران و همچنین عضو حزب چپ آلمان و از فعالین شناخته شده سیاسی در اروپا و آلمان که در حوزه حقوق زنان هم بسیار فعال هستند. صدای من رو دارید خانم بوکا؟ صدای من رو دارید؟ ما صدای شما رو نداریم خانم بوکا. خانم بوکا؟ شما صدای ما رو دارید؟ ما صدای شما رو ندارین. اگه دارید گویا میگن که صدای بنده رو ندارن. از اتاق کنترل میخوام یه چک بکنن، مشکل رو رفع کنیم، دوباره برمیگردیم خدمت بینندگان گرامی. سلام بچه، خدای ولی جمال. سرود یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان، رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران تا آسمان است ستاره باران، هم رسم و پیمان موج خروشان
زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چوتون در غرنده باش در این شب سیاه، چو نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش، اندیشه باش بر جهل شب پرستان، همچون تیشه باش کوبنده باش، کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه ایم، به گلزار لاله ها نشسته ایم. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش، 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 ما بلبلان پر از نغمه ایم، به گلزار لاله ها نشسته ایم، از این قفس بیزار و خسته ایم. با عرض پوزش مجدد امیدوارم مشکل فنی ما برطرف شده باشه. خانم بوکا الان صدای بنده رو دارید؟ صدای بنده رو دارید خانم بوکا؟ میشنوید صدای بنده رو؟ عذر میخوام، مشکل فنی پیش اومده، مشکل صدا دارن ایشون و خود کندی اینترنت. امیدواریم که هر چه زودتر برطرف بشه. ما در تماس هستیم با ایشون که مشکل برطرف بشه و هر چه زودتر در خدمت ایشون باشیم و برنامه رو با هم دیگه ادامه بدیم. در مورد اتفاقی که قرار بود امروز بیفته و صحنه اعتراضات جهانی ایرانیان در سراسر جهان و همچنین دوستانشون در اعتراض به جنایت‌های رژیم آخوندی و همچنین برای جنایت بزرگی که 3 سال پیش در حق 176 سرنشین بیگناه که بسیاری از اونها زنان و کودکان هم بودن به خیابان‌ها بیان اعتصاب کنن، اعتراض بکنن. ما امروز حتی در بسیاری از دانشگاه‌های ایران هم به شکل تراکت، شعار نویسی و یا تجمع، هرچند که نیروهای سرکوبگر رژیم در چند مورد به دانشجویان معترض حمله کردند و گزارشاتی هم مبنی بر بازداشت 1-2 نفر به دست ما رسیده که امیدواریم در صحت و سلامت باشند. در اکثر شهرهای بزرگ دنیا این تجمعات برگزار شده و ما از این بابت بسیار خوشحالیم که ایرانیان به شکلی فعال، سوا از هر گونه فکر، نژاد و عقیده‌ای، با همدیگه جمع میشن و اعتراض خودشون رو به کل سیستم جمهوری اسلامی ابراز میدارن و خشم و نفرت خودشون رو از مدارایی که جامعه جهانی از لحاظ سیاسی، حقوقی و بین‌المللی و همچنین اقتصادی داره با جمهوری اسلامی میکنه. اونا اهرم‌های فشار بسیار بیشتری در دست دارن و قطعا توانایی این رو دارن که فشارها رو بر جمهوری اسلامی هرچه بیشتر افزایش بدن تا حداقل جانهای بیشتری از جوانان ما گرفته نشه، مردمان بیگناه بیشتری کشته نشن. گویا خانم بوکا برگشتن. خانم بوکا صدای بنده رو دارید؟ بله بله صداتون رو دارم. بسیار خرسندم. خواهش میکنم. بسیار خرسندم. مجددا پوزش می‌طلبیم از همه بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. پس من بدون ضیق وقت میرم سر اصل موضوع. من در غیاب شما مختصری در مورد اتفاقی که افتاده 3 سال پیش و اینکه فراخوانی که داده شده به همین مناسبت و همزمانیش با اعدام 2 تن از جوانان رشید این مملکت
به دست نظام فاسد جمهوری اسلامی مقدمتاً چیزهایی رو بیان کردم. من دوست دارم در مورد اهمیت این فراخوان‌ها و اینکه شما ارزیابیتون از این فراخوان امروز چگونه بوده و چقدر اونو موفقیت آمیز میدونید؟ منم درود میفرستم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. عرض کنم خدمت شما اینطور که توی اخبار و اون چیزهایی که ما مشاهده کردیم این چند روز و به ویژه امروز فراخوان موفقی نبوده، یعنی به تناسب اون فراخوان بزرگی که برای آلمان مطرح کردن در شهر برلین که بیش از 130,000 نفر در اون شرکت کرده بودن، این بار فراخوان موفقی نبود. دلایلش یکیش این بود که در این فراخوان خواسته شده بود که به مراسم ها رو در گورستان ها و یا بر سر مزار عزیزان برگزار کنند. یعنی در واقع امر این فراخوان از فعالیت بلا مانع تبدیل شد به یک فعالیت میشه گفت مفعول، یعنی بی عمل. همه برن توی گورستان ها و اونجا سرود بخونن. خب این کافی نیست، به خصوص در شرایط کنونی که خیلی از عزیزان رو اعدام میکنن. و همین دلیل اجازه سرکوب بیشتر هم به رژیم میده. یعنی شما وقتی جمعیتی رو توی محوطه بسته‌ای که دور و برش خالی، معمولاً اکثر گورستان ها در حومه شهرها قرار دارن و فضای خالی هست که رژیم راحت، جاده هایی هم اطرافش هست، راحت میتونه نیروهاشو مستقر بکنه، سرکوب راحت تر بکنه تا جمعیت دیگه‌ای بخواد به اینا ملحق بشه. خب یه بازه زمانی طول میکشه. اما ما تجمعاتی هم داشتیم در نجف آباد، در تهران. ببینید این تجمعات بیشتر شخصی بوده، یعنی کسانی که هوا در ارتباط بودن، جست گریخته و یا مستقیم غیر مستقیم، اینها عکس العمل نشون دادن نسبت به این فراخوان. به نظر من بیشتر شخصی بود تا جنبه عمومی پیدا کنه که همه رو در بر بگیره، مثل 2 فراخوان قبلی که حامد اسماعیلیان داده بود، یکیش در کانادا و یکیش در برلین. اینها اصلا قابل مقایسه که نیستن هیچی، بلکه میتونست یک عمل خیلی 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 ضعیف انجام بشه. مثلا در آلمان رفتن در گورستانی که فریدون فرخزاد اونجا هست، دور هم جمع شدن، سرود خواندن، عکس ها رو پخش کردن. کار بدی نیست، خوبه که انجام شد، ولی به نظر من از حامد اسماعیلیان با این فراخوانش این انتظار بیشتری میرفت که آدم های بیشتری رو جلب بکنه. البته اینم دلیل داره که چرا اینجوری نشد. خب خوشحال میشیم حتما در ادامه بحث در مورد این دلیل هم صحبت کنیم. اما شما یکی از دلایل رو برشمردید در مورد اینکه ناموفق بوده. چه دلایل دیگه ای هم هست؟ ما همون گونه که گفتید در فراخوان‌های قبلی که داده میشد جمعیت عظیمی میومد. البته این سری هم در ایران عموما شاید یه خورده کمتر اون توقعات و انتظارات برآورده شد، اما در بسیاری از کشورها مثل استرالیا، آمریکا یا کانادا و همچنین چند کشور اروپایی جمعیت به نسبت مناسبی اومده بودن تو صحنه، یعنی به نسبت داخل ایران. ولی من دوست دارم از اون دلایل بگید که دلیلش چیه؟ حس نمی کنید که فراخوان‌های متعدد اگه زمانبندی درستی نداشته باشه، اگر در زمان مناسبی نباشه، یه جورایی لوس میشه، یعنی برای خود مردم هم عادی سازی میشه، شاید به نوعی بشه گفت؟ ببینید بزرگترین اشتباه حامد اسماعیلیان این شد که رفت در تیم 6 نفره شرکت کرد. یکی از بزرگترین اشتباهاتش بود و به نظر من خودش رو از نظر سیاسی لوس کرد، بی معنا کرد. در کنار کسانی قرار گرفت و همسویی با اون 6 نفر که فراخوان دادن قرار گرفت که اون 6 نفر هم خودشون به تناسب آدم‌های معتبری نیستن و این اشتباه اسماعیلی بود که اینها یکیش این که شما نمیتونید آن رو در چه کنونید
دو عزیزی که اتحابن، دارن حک میشن، ناراحتن، غصه‌مندن، بگی خب حالا برید به گورستان ها آرام اونجا با هم دیگه صحبت کنیم. این نوع فراخوان در زمانش هم نامناسب بود. موضوع بعدی این بود که از این فراخوان ابعاد بزرگی از نیروهای سیاسی وجود نداشتن، حمایت نکردن. خیلی ها گفتن بله میشه رفت، ولی کیفیتی که اعلام شده بود به نظرم متناسب با امروز انقلاب ایران نیست و نبود. به همین دلیل پاسخی رو که گرفت پاسخ قوی نبود. عرض کردم در خود ایران که عده‌ای به سر مزارها رفتن، جمعیت چشمگیری نبود، اونم برای اینکه سالگرد این حادثه بود و مردم الان باید اینم گفت که درسته که حادثه هواپیما بسیار دردناک و غم انگیزه، اما الان در شرایط فعلی اگر این انقلاب نبود بله میتونست یک تظاهرات خیلی خوبی انجام بشه، ولی ما الان انقلاب داریم. ما اصلا حادثه هواپیما حادثه اصلی نیست، اعتراض اصلی نیست، حاشیه است. درست هم هست که باشه، ولی حامد اسماعیلیان نباید با این تیم 6 نفره میرفت و اشتباه بزرگش همین شد. برای اعتصابات هم به همین گونه بود. ما بیشتر در مناطق کردنشین داشتیم، یعنی چند شهر عمده رو داشتیم در شهرهای کردنشین که بازاراشون رو بسته بودن، اما در بقیه شهرهای ایران، شهرهای بزرگی که میتونن اثرگذار باشن، بازارهای بسیار عظیمی دارن، شهرک‌های بسیار بزرگ صنعتی دارن، نیروی کار بسیاری دارن، کارگران بسیاری دارن، اینا میتونستن ولی نکردن. پس برمیگردم به همین بحث شما. شاید یکی از نقاط ضعف همین باشه که در اپوزیسیونی که هست خودشو مالک و قیم انقلاب و شاید این وضعیت میدونه، در حالی که مردم جامعه، اونایی که در صحنه عمل هستن، اونا بسیار فراتر دارن فکر میکنن، اونا رهبریت اینا رو قبول ندارن. واکنشان در طی روزهای گذشته نسبت به اون چیزی که به اسم همپیمانی یا نوعی از ائتلاف بیان شده از طرف چه جامعه داخلی چه خارجی، دقیقاً گویای همین قضیه است. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید مردم ایران، آخه ببینید شما الان توی این تیمی که حامد اسماعیلیان قرار گرفته، از شخص دو مثلا هنرپیشه توش هست، بعد مجری یک برنامه تلویزیونی هست، بعد پسر یک شاهی که 40 خورده سال دیگه فعال نیست و خودش رو به عنوان شاهزاده معرفی میکنه، بعد یک ورزشکار. اینها شخصیت‌های سیاسی نیستن که بتونن مردم رو برای خودشون مطرح کنن. من واقعا از این تیم 6 نفره سوال میکنم، از مردم چی میخواین؟ از این مردم خواسته شما از مردم چیه؟ چه چیزی رو شما تیم 6 نفره به این مردم میتونید ارائه بدید؟ حامد اسماعیلیان نشون داد که فقط برای هم که سرکوب سرنگون بوده هستم، بقیه موضوعات هم برای من مثل یک دریمه، مثل یک رویاست، مثل یک خوابه. بقیه افرادی که توش هستن، مثلا هنرپیشه که در فرانسه هست، خب این چی میخواد بگه؟ اینها دارای کیفیت سیاسی نیستن که مردم رو دور خودشون جمع بتونن کنن. درسته که هوادار دارن، من اصلا منکر نیستم. گلشیره فراهانی یه عده هوادار داره، این خانوم حالا اسمش هم یادم نیست که مجری تلویزیون هست، ایشون هم یه عده هوادار داره، خود رضا پهلوی هم یه عده هوادار داره، اسماعیلیون هم هوادار دارن. اینا هوادارهایی دارن ولی ربطی به کل این انقلاب ندارن. حرفهایی که میزنن، خواسته هایی که عنوان میکنن، که البته اصلا خواستن مطرح نمیکنن، بلکه فقط میگن بله شما خیلی متحور دارید بیرید، اصلا نه برنامه‌ای دارن نه حرفی برای گفتن دارن. من واقعا از این تیم 6 نفره سوال میکنم، شما از جان این مردم چی میخواید؟ چی میخواید؟ بگید چه انتظاری دارید ازشون؟ چرا این مردم توی خیابون میرن و میگن که نه شاه میخوایم نه رهبر، آزادی و برابری؟ خب این چه ربطی به این تیم 6 نفره داره؟ این آدم ها فقط
سوء استفاده میکنن از این انقلابی که داره در پیش میره و دارای کیفیتیه که اصلا با کیفیت این 6 نفرها اصلا همراهی و همسویی نداره. من فکر میکنم یه مقدار مردم به اینها احترام میذارن که فراخواناشون رو پیگیری میکنن. باشه اب نداره، شما هم هستید، با هم به شما یک احترامی میذاریم. و الا به نظر من مطالبی رو که مطرح میکنن اصلا ربط انقلابی نداره. یک کلمه ابتکار آمیز برای این انقلاب نداره، یک حرف مناسب که این انقلاب رو 2 گام به جلو ببره نداره. اینها حرفی برای گفتن ندارن. برای همین 6 تا آدم دور هم جمع شدن که اگر شما در تاریخ مبارزاتی که تا کنون اتفاق افتاده، مثلا جنبش نارنجی و یا انقلاب نارنجی بهش اسمشو گذاشتن، الان واقعا مفهوم انقلاب رو هم به گند کشیده سرمایه‌داری. انقلاب نارنجی رو درست کردن، بعد کی آوردن سر کار؟ یه رقصنده، من خیلی هم رقص رو دوست دارم، یه رقصنده ای رو کردن رئیس جمهور یه مملکت، امپریالیستا کردن، و یک کشتیگیر رو هم کردن شهردار اونجا. الان این مدلی که برای ما دارن درست میکنن یه هنرپیشه است که ایشون بشه مثلا فردا لابد شهردار ما. یک شاهزاده هم هست، خودش شاهزاده صدا میکنه، بله هم هست، اوکی هم هست، ولی این خود این شاهزاده هم همش میگه من فرا قرار گرفتم، یعنی یه درختی که الان تنومند داره میکوبه میره جلو، ایشون بالای نوردمون وایساده، اون بالا میگه من اون بالا ایستادم، من فرای همه اینا هستم، دوستان بیایید ببینید من چی کار میکنم. یک کلمه حرف به درد بخور ما شاهزاده نمیشنویم، یک کلمه. وقتی هم که حرف میخواد بزنه میگه بله به آزادی زنان. خب بقیه چی؟ بقیه این مثلا ما درباره یه 4 دیواری مثلا سالن رقص صحبت نمی‌کنیم، ما درباره مملکت صحبت می‌کنیم و رضا پهلوی دارای این کیفیت نیست. کمی ورزشکاره، خب اینو ممکنه فردا مثلا بکنن شهردار تهران، باشه اشکالی نداره بیاد بشه، ولی ربطی اینا به این انقلاب ندارن. سپاسگزارم. اتفاقا جامعه هم از اینا انتظار بیش از این نداره. یعنی من وقتی سوشیال میدیا رو نگاه میکنم، باور کن پیام هایی که میدن خانم بوکا عموما اینه، میگن ما در طی این اعتراضات 100 و خورده روز گذشته هم فقط توقع اینو داشتیم اطلاع رسانی کنه. شما دسترسی به یه سری مراکز حقوق بشری و سازمان‌های نهاد بین‌المللی دارید، میتونید برای ما اطلاع رسانی بکنید، دنیا رو خبردار بکنید، حمایت و پشتیبانی بگیرید، اما نمیخوایم شما بیایید بشید مثلا رئیس جمهور و فلان ما. اینو ما کمیته های مختلفی که از شهرهای مختلف کردستان برای ما پیام میفرستن، حتی شخصا برای خود بنده میاد از این پیام ها، اینو به صراحت اعلام میکنن. اونا میگن ما استراتژی داریم، ما نقش عمل داریم برای انقلابمون، اما شاهزاده هیچ نقش عملی نداره. یعنی وقتی حرفاشو نگاه میکنی واقعا نداره، راهکاری نداره. انقلاب هم هنوز براش تفهیم نشده که بابا انقلاب یه تغییر بنیادینه، همه زیرساخت‌ها رو باید دگرگون کرد. طرفدارایی هم که شما بهش اشاره کردید عموما همون قشر خاکستری هستن که ما در طی اعتراضات هم توقع بود که بیان. شعار دادن از پنجره خوبه، امام پرانی خوبه، اما این حرکت‌های سمبولیک هستن. اینا نمیتونه رژیم رو وادار به عقب نشینی کنه که جوان رعنایی مثل محمد حسینی رو اعدام بکنه بیگناه، و چون هیچ کسی هم نداره، چون هیچ صدایی نداره، چون حتی قرار ملاقاتی با هیچ کسی، اصلا هیچ قوم و فامیلی نداره، حتی جسدش هم ندادن به دوستاش ندادن که براش مراسم تدفین بگیرن. رژیمی که میدونه، واقعا شما درست گفتی، اینا نماینده سرمایه‌داری هستن دیگه. اونایی که سرمایه دارن، حمایت دارن، میتونن وکیل بگیرن، اونا زیاد تحت فشار نیستن. میبینن حکما یا لغو میشه یا تبدیل به حبس میشه یا فلان میشه، خلاصه یا عقب میفته. ولی برای اونایی که قشر کارگرن، فرزند کارگرن، فرزند اقشار ضعیف جامعه هستن، بیشترین فشار روشون هست. چی کار باید کرد خانم بوکا که فراخوان‌های ما از این به بعد منسجم‌تر باشه، یا لااقل تمام اون احزاب‌هایی که دغدغه دارن، قصه اون اکثریتی رو میخورن که الان تحت فشارن، مردم اینو میخوان. بارها برای ما پیام میاد، میگه بابا برای ما کاری بکنید، ائتلاف قوی تشکیل بدید،
ما در صحنه میریم، تا الان هم قربانی زیاد دادیم، توقع بیجایی هم نیست از ما، توقعاتی دارن که واقعا در عمل حمایتشون کنیم. اما چی کار باید کنیم که فراخوان‌های ما از این به بعد رنگ و بوی بهتری، زمانش مناسب باشه و موضوعش هم مناسب باشه، بتونه حد اکثر جامعه را با خودش همراه کنه. ببینید به نظر من واقعا الان وقتشه که حزب کمونیست ایران کمله یک فراخوان جدی به تمام نیروهایی که خودشون رو سوسیالیست و کمونیست میدونن یک فراخوان بده و تقاضا کنه. وظیفه تشکیلات ماست که اعلام کنه عزیزان ما باید متحد شدیم. الان گروه های مختلفی شکل گرفته. من در جریان هستم که چندین گروه با همدیگه کوچیک جمع شدن، 120 تا 150 تا 200 تا 40 تا 100 تا. به درد نمیخوره رفقا عزیزان، سوسیالیست ها، کمونیست ها، ما باید متحد بشیم. ما باید یک پلتفرم چند خواسته تنظیم بکنیم و متحد بشیم. شما نگاه کنید نیروهای راست از رضای پهلوی که اصلا دست چپ و راستشو نمیشناسه در مسائل سیاسی، تا این مسیح علی نژاد، تا نمیدونم گلشیفته، اینا همه آدم ها قابل احترام، ولی اصلا کار اینها نیست. درست مثل این میمونه که به یک دندان پزشک بگن اینجا یک مریض خوابیده که قلبش رو باید عمل کنیم، بگن قلبش رو عمل کن. اینها این تیپن. اینها اگر همشون دندان پزشک باشن حق عمل جراحی قلب یک بیمار رو ندارن. این وظیفه ماست. رفقا بیدار شید. رفقای حزب کمونیست موظفن، وظیفه دارن با بقیه نیروها متحد شن، پلتفرم بنویسن و بخوان که همه متحد شن. من الان میبینم 2 تا 3 گروه تشکیل شده، همه نشستن صحبت میکنن، بس میکنن، خیلی هم زحمت میکشن، انصافا خیلی زحمت میکشن، خیلی خرج میکنن از وقت و انرژی و پول و فلان، همه کار میشه. متحد باید شیم. وقتشه. باید موضوع رو جدی گرفت. ببینید بچه‌های ما تو خیابون نذرین دارن میرن وسط خیابون، ببینید چه جوری رو زمین کشیده میشه، برده میشه، کله صبح اعدام میشه. این معاف نیست. رفقای عزیز روی خودمون بریم. باید بگیم که وقت اتحاد جدیه. ما باید موضوع رو جدی تلقی کنیم. الان کلی از خانواده ها نانآوراشون از بین رفتن. خب این نانآور نداره، این پیرزن، این پیرمرد، این پدر، این مادر، خواهر، برادر. ما موظفیم الان دیگه بجز کفالت‌های سیاسی، کفالت‌های اقتصادی رو به عهده بگیریم. دوستان ما باید در روی سایه خودمون بپریم. نمیتونیم مرتب بگیم خب حالا برن، حالا این داره این کار میکنه، به 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 به. کافی نیست. وقتشه که بگیم ما متحد بنویسیم، جبهه تشکیل بدیم، هر چی اسم میخوایم بذاریم، باید اتفاق بیفته. و الا تمام این 3-4 ماهی که خون عزیزای ما تو خیابون ریخته شده پایمال خواهد شد. الان همه صداشون میگن این ور اون ور سر و صدا میکنن که بله این انقلاب کمی آرام شده. خب یواش یواش فشار به بچه ها میاد. خب ما باید جلوش رو بگیریم. ما که در بیرون وایسادیم، ما که امکانش رو داریم، کمک بکنیم به پیشروی این انقلاب از هر کانال، از هر وسیله، با هر امکانی که برامون وجود داره باید این کار رو انجام بدیم. و این وظیفه حزب کمونیست ایرانه، وظیفه یک تشکیلات منسجم. بفرمایید. بله بفرمایید، حرفتون تمام. منظورم این بود که وظیفه یک تشکیلات منسجم هست که پا روی زمین داره، در بین توده ها حضور داره، شوخی توش نیست. وقتی میگه اعتصاب سراسری، اعتصاب اتفاق میفته. این یعنی نقش. ما باید نقش تشکیلاتمون رو جدی تلقی کنیم. ما در حاشیه نیستیم، ما در درون این انقلابیم و باید جدی ببینیمش، نگاهش کنیم، کمکش کنیم. شکل‌گیری چنین ائتلافی چگونه رو فراخوان‌ها اثر میذاره؟ چقدر مردمو مخصوصا تو این وضعیت اقتصادی، ما گزارشاتی داشتیم طی این 2 روز گذشته از کمیسیون اقتصادی مجلس بگیر تا از اون اقتصاددان‌های اصلاح طلب، یکیشون که آقای عبدی
علنا اعلام کرد با این وضعیت اقتصادی ما بیشتر از 1-2 سال دیگه نمیتونیم دووم بیاریم. یعنی رژیم خودش میدونه در مرز فروپاشی کامل اقتصادیه. از قیمت دلار و ارز و نقدینگی بگیر که امروز گزارشاتی داشتیم 400,000 میلیارد تومان بدهی داره دولت، سوای 360,000 میلیارد تومانی که بانک ها به بانک مرکزی دارن. وحشتناک ارقام وقتی نگاه میکنید اصلا هیچ راه چاره ای نداره. یعنی تنها راه و انتخابی که میمونه اینه که این سیستم کلا برداشته بشه، یعنی هیچ راهکار دیگه ای براش نیست. برای این ما نیاز به اتحاد بیشتر داریم، نیاز به انسجام بیشتر داریم، نیاز به این داریم که در عمل وارد بشیم. برای نمونه مثلا ما هیچ وقت انتظار نداشتیم در ایزه یا در سمیروم شعار کردستان داده بشه، حمایت از کردستان بشه، ولی میبینیم تا اونجا رسوخ کرده. یعنی به حقانیت جنبش چپ در کردستان و مبارزات حق طلبانه جنبش چپ در کردستان ایمان آوردن، به این باور رسیدن. کارگران ما هم در بخش‌های نفت و گاز هم به این باور رسیدن، حتی اون کارگران رسمی که خیلی دیر ملحق می‌شدن. اما می‌بینیم، حس نمی‌کنید که اگه این فراخوان به شکل یک ائتلاف قوی داده بشه، این امید رو در دل طبقه کارگر و اقشار ضعیف جامعه و اون کمیته هایی که ما میبینیم گسترده شده در سطح محلات مختلف شهرهای مختلف ایران میتونن با دلگرمی بیشتر و قوی تر کار بکنن؟ بله دقیقا همینطوره. شما فهمیدید، واقعا درستش همینه. ما باید فراهم بدیم اسامی همه نیروهایی رو که دست دارن در این تشکیلات. بیش از 40 سال سازمان‌های سیاسی کوچک و بزرگ، اونها که جدا شدن نشدن، انشعاب شد نشد، بالاخره همین آدم‌ها، همین سازمان‌ها، همین نیروها الان این تظاهرات‌ها رو تو خارج از کشور سازماندهی میکنن. میبینید دیگه، اسماعیلیون میاد وسط یک تظاهرات اعلام میکنه، تظاهرات بعدیش از بین میره. اصلا رضا پهلوی جرأت اینو نمیکنه بگه دوستان بیاین تو خیابون. میترسه اگه بگه بیاین تو خیابون در هر تظاهرات 200 نفر شرکت کنن آبروش بره. ما وظیفمون چیه؟ من میگم اینها اصلا هستن بکنن، کار خودشونو دارن میکنن. اینا هم یه مشتی هوادار دارن، بله درسته دارن. ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون اینه که به کل این جنبش، به کل این بچه‌هامون توی کف خیابون نشان بدیم ما هستیم با شما و این فراخوان امضا کنن زیرشو، پلتفرم بیارن زیرش، نه اینکه فقط بگیم به به باری کلا چقدر خوب دارید تو خیابون مبارزه میکنید. ما باید بگیم مثلا حرف حسابمون چیه. این مردم باید بدونن وقتی که من دارم میگم ما میگیم باید سوسیالیسم بیاد توی این کشور یعنی چی. اصلا این مردم اسم سوسیالیسم بدنشون میلرزه. سالیان سال سرمایه داری تلاش کرده نام سوسیالیسم رو خراب بکنه، کمونیستا رو خراب بکنه، رژیم جمهوری اسلامی خراب کرده. تا میگه سوسیالیسم مردم خیال میکنن الان تمام زندگیشون به باد میره. اینجوری نیست. ما باید بگیم به مردم وقتی که ما میگیم متحد چید برای یک برابری اجتماعی. اصلا این زندگی یعنی چی که توی این شعاره؟ این زندگی یعنی همین، ما برابری میخوایم، آسایش میخوایم، نفس راحت میخوایم که خودمون با رفیقمون بتونیم بشینیم یه چایی با مردم نمیخوان. ما باید به مردم بگیم ما آزادی و زندگی رو تأمین میکنیم. ما باید نشان بدیم که میتونیم این کارو بکنیم. مردم هنوز به این نیروهای سیاسی اعتمادشون سالیان سال که از صداتون یه خود قطع و وصل میشه خانم بوکا. صدای بنده رو دارید؟ خانم بوکا صدای بنده رو دارید؟
صدای بنده رو دارید خانم بوکا؟ صدای بنده رو دارید؟ میکروفونتون باز کنید، من صدای شما رو ندارم. من صدای شما رو ندارم خانم بوکا. بینندگان گرامی، میریم یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم خدمتتون. امیدوارم این مشکل فنی حل بشه. با خون دل نوشتم از عشق و شور و مستی، دست و قلم شکستم اهریمنان هستی. آواز عشق خواندم، شعر و ترانه گفتم، گوش و زبان بریدم عاشق کشان هستی. زیبا نگاه کردم، چشم و چراغ گشتم. ضمن عرض سلام مجدد و خسته نباشید و خیر مقدم مجدد خدمت خانم بوکا. الان صدای بنده رو دارید؟ بله بله، صدای شما رو دارم. گویا اینترنتتون یه خود ضعیفه. پیش میاد، سمت ما هم همین شکلیه، همیشه این مشکلات پیش میاد. میفرمودید خانم بوکا، میتونید ادامه بحثتون رو ادامه بدید تا میریم سراغ پرسش بعدی. واقعا همه موزیک فقط. صدا نداری دوباره؟ موزیک میشنوم. تو گوشیتون صدای موزیک میشنوید؟ اتاق فرمان اگه صدای عذر میخوام بینندگان گرامی، همچنان مشکل ما وجود داره. گاهی اینترنت قطع میشه، گاهی صدای موزیک میاد. خلاصه در برنامه‌های لایو همیشه این مسئله پیش میاد. ما در مورد موضوع این فراخوان‌ها در خدمت خانم پروانه بوکا بودیم. ایشون در مورد نقش‌های این فراخوان صحبت کردن و همچنین نقاط قوتی که یک فراخوان باید داشته باشه، از جمله برای ما به عنوان یک حزب چپ و سوسیالیست و تمام احزاب چپی که هستن، اونایی که در عرصه هستن، اونایی که جانبازی میکنن، آنهایی که رشادت میکنن، آنهایی که دارن از عزیزترین داراییشون که جان شریفشون باشه دارن میگذرن و در صحنه عمل هستن، اونا از طبقه خاکستری نیستن، اونا از طبقه مرفه نشین و سرمایه‌داری نیستن که پشت قضیه رضا پهلوی و ائتلافش بشینن. اونا میدونن جای تاج و عمامه عوض خواهد شد. در نهایت یقه بسته های حزب اللهی جاشونو به کراواتیا میدن. اما چیزی این وسط تغییر نخواهد کرد. کارگر ما همچنان باید گرفتار حقوق عقب افتاده و مزایای عقب افتادهش باشه. همچنان باید از دست کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی، نبود بیمه درمانی، نبود بیمه تکمیلی و عدم حمایت از خودش و خانوادهش در شرایط سخت بناله و همه این مشکلات بر سر جای خودش باقی خواهد بود. همان گونه که در کشورهای دیگه اروپایی هم ما همین مسئله رو به عینه داریم می‌بینیم. سوای تمام اعتراضات گسترده‌ای که به خاطر جنگ اوکراین و مسئله کووید 19 و
تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، رشد بی سابقه تورم در حوزه یورپ و حتی در آمریکا، ما می‌بینیم که طبقه کارگر در صحنه بوده. ولی همچنان دولت‌های پیاپی که اومدن سر کار نتونستن مشکلاتشون رو حل کنن. هدف ما به عنوان یک حزب چپ و به عنوان یک انسان معتقد به سوسیالیسم اینه که تغییر بنیادی در جامعه ایجاد کنیم و بر این باوریم تا این زیربناها تغییر نکنن، روبناها در بالا خود به خود تغییر نخواهند کرد و برای این هم تلاش میکنیم و بر این باور هم هستیم. اکثریت جامعه ایران همان گونه که خودشون هم اذعان دارن، همین روزهای گذشته ابراز کردن مسئولین رژیم که بالغ بر 24 تا 25 میلیون نفر خط فقر مطلق هستن، یعنی هیچی ندارن. اگه یه روز نونی نگیره بخوره، چیزی نداره سر سفرش بیاره، همون نون خشک. قیمت پیاز سر به فلک میکشه در ایران، قیمت گوجه سر به فلک میکشه، چیزهای معمولی حتی پنیر و لبنیات. ما مدافع این طبقه هستیم، ما مدافع اینایی هستیم که چیزی برای از دست دادن ندارن. همانگونه که مسئولین رژیم هم هشدار میدن قیام گرسنگان در راهه، قیام گرسنگان نیست، قیام ابرمردان و ابرزنانی است که حق قانونی و شرعی خودشونو میخوان، حقوق پایمال شده شونو میخوان و برای اون تلاش میکنن و اونو به زور هم شده که هیچ راهی هم غیر از این وجود نداره، از حلقوم همه سرمایه‌داران و اجانبشون بیرون خواهند کشید. خانم بوکا، صدای من رو دارید الان؟ بله صداتون رو دارم، خیلی هم خوب. سپاسگزارم. خوشحالم مجددا شما رو میبینم. خب میریم سر این موضوع. خانم بوکا، شما به این ائتلاف اشاره کردید. واقعا هم لازمه که احزاب چپ چنین ائتلاف قدرتمندی رو تشکیل بدن. ما زمزمه هایی داریم در مورد مذاکراتی ما بین حزب دموکرات با جریان های دیگه یا مثلا با حتی مجاهدین خلق یا تلاشایی که مجاهدین خلق داره در این زمینه انجام میده. ما باید این وسط چی کار بکنیم؟ میبینیم، ما در صحنه میبینیم اونایی که اعدام میشن کارگرن، اونی که کشته میشه کارگره، اونی که حتی زنایی هم که گرفتن. مثلا یکی از این خانم‌ها فاطمه حربی هست، ایشون ویزیتور یه شرکت دارویی بوده، فقط صرفاً به خاطر اینکه روسریشو برداشته، جمعیت رو دیده، هنوزم ملحق نشده، کنار خیابون بوده، سر کارش بوده، میگیرنش. الان مدت هاست معلوم نیست وضعیتش چیه، در زندان نگهش داشتن و معلوم نیست چه حکمی بهش بدن. این اقشار هستن که میان تو صحنه، رو پشت بوم نمیشینن، از پشت پنجره و پرده فریاد نمیزنن، سینه‌شون رو سپر میکنن تو خیابون، میان تو عرصه. ما اینا رو میخوایم. اینام هستن که میتونن تغییر ایجاد بکنن. از مابقی نمیشه توقع داشت. اگه ما بتونیم به عنوان احزاب چپ حتی 1% رو در کل ایران از این جمعیت میلیونی که بالغ بر 75 تا 80% جمعیت ایران رو شامل میشه بتونیم سازماندهی قوی بکنیم، جمهوری اسلامی که سهله، 10 تا جمهوری اسلامی رو هم میتونیم تغییر بدیم و اون چیزی رو که میخوایم به جاش بنشونیم، اون سیستمی رو میخوایم به جاش بنشونیم که مدافع حق و حقوق همه باشه. اون وقت شما نظرتون در این رابطه چیه و چه کارهای قوی‌تری هم میشه در این زمینه انجام داد؟ ببینید، یکی از مهمترین کارها اینه که اولا که تمام این نیروهای سوسیالیست و در خارج چه داخل که براشون بسیار دشواره، بهانه‌ای میده دست رژیم که همه دستگیر بکنه، اعدام کنه. پس ما باید متحد بشیم و یک کمی از روی سایه خودمون بپریم، اینقدر یک دنده نگیم که فقط این و نه چیز دیگری. ما باید با هم متحد شیم، راه دیگری وجود نداره. همونطور که عرض کردم نیروهای الان جمع شدن دوره هم، متحد دارن میشن و سعی کردن پلتفرم هایی رو آماده بکنن، ولی کافی نیست. تشکیلات منسجم، تنها تشکیلات منسجم، بقیه تشکیلات هم هستن، سازمان های سیاسی هم هستن، اوکی، خیلی هم عالیه. تنها تشکیلات منسجم که پاش روی زمین حزب کمونیست ایرانه و این وظیفه به گردنشه، چه بخواد چه نخواد. ما خودمون رو با چیزهای دیگه نباید مشغول کنیم. کار اصلی ما ایجاد یک ائتلاف بسیار بزرگ، دست و دلباز، گشاده دست با نیروهای دموکرات، چپ، کمونیست، سوسیالیسته. اول این اتحاد باید اتفاق بیفته. این اتفاق که افتاد، بعد میتوانیم با بقیه نیروهایی که هستن،
وارد گفتگو بشیم. هیچ اشکالی نداره، تمام دنیا همین کارو کردن، تمام انقلابات بقیه جناها هم اصلا به رسمیتت میشناسن وقتی از هستن. عرصه قدرت وارد میشی. به نظر من هیچ مهم نیست عزیزان. ما کار بزرگتری رو پشت جلو چشممون. اگر فلان رو از این تشکیلات جدا شده برای خودش حزبی درست کرده فلان، با اینا باید وارد گفتگو شیم، باید بکنیم این کار رو و واقعا باید یک زمانبندی روشنی رو بذاریم. باید بگیم تا یک ماه آینده تمام این نیروها میگیم. ما نمیتونیم فقط بگیم که بله ما فقط میخوایم که برای کارگران و زحمتکشان باشیم. درسته که میخوایم، درسته که همه این کارا رو میکنیم، ولی ما اقشاری در ایران داریم که اقشار میانی پایین هستن، کارمندا هستن، دانشجویان هستن، اینها هم جزء این گروه میگنجن. اقشاری داریم ما متاسفانه اقشار میانی در جامعه ایران الان بسیار بسیار کم داریم. فاصله طبقاتی توی ایران الان بسیار وسیع شده، این قیچی معروفی که ازش صحبت میکنن. یعنی اون طبقه بالای نمیدونم 7-8% که فقط نان جان عزیزای ما رو خوردن و کلوف شده گردنشون و اتومبیل های آخرین مدل و ویلا و نمیدونم از اینجور چیزا دارن. اینها میتونن یا تکلیف خودشون رو روشن کنن، بگن میمانن این ویلاها در اختیار فرزندان بی سرپرست قرار بگیره، کودکان کار باید زندگی کنن، بچه‌ها باید بیمه بشن، مدرسه باید برن. ما اینا رو باید به مردم بگیم که مردم بگن اینایی که میخوان حالا با ما حرف بزنن اصلا چیکار میخوان بکنن. نباید مردم بترسن که اگر اینها بیان، من الان 2 تا آپارتمان دارم، 2 تا ماشین، اگه این سوسیالیست‌ها بیان سر کار پدر منو در میارن، خونمو میگیرن، ماشینمو میگیرن، من برم گدایی کنم. نه، ما باید بگیم به مردم که این اتفاقات نمیفته. ما باید در برنامه خودمون اعلام کنیم فقط برای کارگران، زحمتکشان، اقشار میانی جامعه هست که ما فعالیت میکنیم. همین فردا اگر کسانی که خیابونها رو تمیز میکنن، رفتگران خیابانها، اینا دست از کار بکشن، خب موش میخوره مردمو، موش و نمیدونم این موش صحرایی. اگر تمام کارگرانی که کار نگهداری پرستاری انجام میدن از آدمهای مسن و بیمارستان و اینا نرن، خب چه اتفاق میفته؟ خیلی آدم‌ها زیر این دستگاه ها از بین میرن. پس ما باید چی بگیم؟ بگیم این اتحادی که اتفاق افتاده برای این ملته، برای این مردمه. اقشار میانی پایین، فرض کنید فلان رئیس چه میدونم فلان شرکت، اون چیز عجیبی نیست، اون هم جزء این جمعه. ما باید جمع وسیعی رو مطرح بکنیم و بگیم ما خواسته های جمع وسیع رو عملی بکنیم. و عرض پوزش مجدد. دوباره گویا صدای خانم بوکا رو نداریم، گویا برگشتن. بله ببینید الان خوبه، الان صداتون بیاد الان صدا. بله بله. ببینید شما بازنشستگان یک اطلاعیه بسیار زیبا دادن، چقدر قشنگم نوشتن. انجمن و یا گروه اتحادیه معلمان، اینا همه جزء مردمی هستن که خود این معلم ها داره فرزندن، بازنشسته ها فرزندن. یعنی شما اگر نگاه بکنید جمعیت بزرگ بازنشستگان فرزنداشون هستن، خواهر، برادر، بعضیشون پدر مادراشون هم هنوز هستن. خب این جمعیت رو ما تأمین میکنیم. با چگونه این کار رو میخوایم بکنیم؟ تکلیف نفت در ایران بحث مهمیه. ما نفت رو میخوایم چیکار کنیم؟ ببینید رضا پهلوی، اسماعیلیان، این خانوم نمیدونم کیک، این آن هنرپیشه، ورزشکار، هیچ کدوم درباره نفت حرف نمیزنن. چرا هیچی نمیگن؟ برای اینکه نوکری میخوان بکنن، برای اینکه قراردادهای کثیف رو که تا کنون جمهوری اسلامی بسته اینها نگه دارن.
دلال ها و لابیستا اینها باید پولاشون رو بگیرن، نگرفتن هنوز. اینها رو همه رو میخوان نگه دارن. ما نمیخوایم. ما با تمام دنیا قرارداد خواهیم بست به عنوان یک رژیم، به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت سوسیالیستی که آینده مردم ایران برامون در نگاهمونه. نه پولها رو جمع بکنیم دلار کنیم برداریم ببریم جاهای دیگه ویلا بخریم. ما باید این رو به ملت بگیم و باید بگیم بسیار سخت خواهد بود. 5 سال اول سخته، چون ما با تمام دنیا میخوایم بگیم پاتون رو تو کفش ما نکنید. با همتون هم قرارداد میبندیم، با آمریکا قرارداد میبندیم، با روسیه میبندیم، با چین میبندیم، با کشورهای همسایه‌مون روابط بسیار خوب رفیقانه و دوستانه برقرار خواهیم کرد. اما در مناسبات برابر ما با آمریکا هم قرارداد میبندیم. چرا نباید ببندیم؟ با همه دنیا، با اروپا، با نمیدونم کشورهای عربی ما قرارداد میبندیم، اما در شرایط برابر. و اگر انقلاب صورت نگیره، این قراردادهای چین که بسته شده 25 سال حق دارن بیان تمام زار زندگی ملت رو بردارن ببرن، انقلاب نشه این قراردادها ثابت از نظر بین المللی. من عرض میکنم شما وقتی که چنج انجام بدن در جهان، وقتی چنج در این کشورهای عربی، بهار عرب چنج انجام شد، یک دونه قرارداد لغو نشد، قراردادها موندن، قراردادهای امپریالیستی. فقط در انقلابه که قراردادهای امپریالیستی قطع میشه، اصلا ملغا میشه، رسما اعلام میشه که ما این قراردادها رو همه رو لغو میکنیم، برای اینکه اون دولت دیگه نیست که امضا کرده. خب این رو ما باید بگیم. خزر نمیدونم جنوب ایران رو، ماهی و نمیدونم تمام مواد معدنی و زیرزمینی و بالا و پای هوا و گاز و اینها همه دارن میبرن. خب ما باید به این مردم بگیم ما اگر باشیم، یعنی این اتحاد باید به گویا مشکل اینترنت امشب دست از سر ما بر نمیداره. این مشکل همچنان برقراره و امیدوارم خانم بوکا هر چه زودتر دوباره برگردن و ما در خدمت ایشون باشیم. همون گونه که ایشون فرمودن دقیقاً ما باید بیشتر راجع به این مسئله بحث کنیم، چون حجم تبلیغاتی عظیمی برای احزاب چپ به راه افتاده، یعنی از قبل هم بوده. عموما نمونه هایی هم میارن، مثلا نمونه استالین رو میارن، نمونه کوبا رو میارن. حالا کوبا نمونه خیلی بهترشه و نکات مثبت زیادی داره. یا کره شمالی رو میارن که توسط یه خاندان داره اداره میشه، در واقع نه سوسیالیست، نه چپه، نه کمونیست، هیچ پیوند و ارتباطی هم نداره به کمونیسم. ما اون چیزی که برای یک سیستم حکومت داری میخوایم در این مملکت اینه که حق و حقوق همه به یک میزان رعایت بشه. این باید گفته بشه، نه یک بار، باید صدها بار گفته بشه. چه از لحاظ باورهای مذهبی، ما ضد دخالت مذهب در امور مملکت داری هستیم، ضد اشاعه خرافه هستیم و الا طرف میخواد شخصا به هر چیزی که باور داره داشته باشه. ما دشمنش نیستیم، مثل داعش اینا نیستیم که بریم گردنشو بزنیم، کتاب مقدسشو بسوزونیم. نه، اینا تبلیغاتی که رژیم راه میندازه، بهونه داده برای اعدام همین جوانای عزیزی که اومدن تو صحنه صرفاً به خاطر اینکه تبلیغات مرکز تبلیغات اسلامی یا مرکز اشاعه فحشا یا صیغه و چه میدونن این چیزا رو آتیش زدن. حالا توش اگه 4 تا کتاب عذر میخوام از این واژه استفاده کنم، جفنگیات مذهبی مثل حدیث و روایت و چیزای من ساخته ای که خودشون 90% ساختن و نوشتن سوخته اونجا، اونو به اسم مقدسات جا میزنن و بهونه میدن دست کسایی که جون یه موجود زنده رو بگیرن، اونم جوانی که 1000 تا آرزو داره و میخواد زندگی بکنه و آرزوشو تنها بر خودش نمیخواد، برای کل جامعه میخواد، برای همه همسن و سالاش میخواد، از زن و مرد فرقی براش نمیکنه. و این موضوعی که شما فرمودید خانم بوکا، صدای منو دارید الان دیگه؟ من صدای شما رو ندارم متاسفانه.
نه نیومده. من صدای شما رو بازم ندارم. متاسفانه ایشون گویا صدای بنده رو دارن، من صدای ایشون رو ندارم. این رو خدمتتون عرض می‌کردم که باید بیشتر گفته بشه. سوسیالیسم هم یک پروسه است، یک پروسه طولانیه. خیلی جاها گفته میشه، وعده‌هایی داده میشه، نه یک شبه هیچ وقت برقرار نمیشه. اون برابری که انتظار داریم کار میخواد. جمهوری اسلامی در طول 44 سال گذشته و پهلوی‌ها در 50 سال زمامداریشون چنان جامعه ایران را و پیش از اونها قاجارها البته چنان جامعه ایران را به فاجعه رساندن که کار داره برای ساختن این جامعه، چه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بقیه موارد. خانم بوکا صدای بنده رو دارید؟ متاسفانه صدای بنده رو ندارم. ما در طی برنامه‌های آتی حتما بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. در مورد این مباحث باید بیشتر گفته بشه و این اعتماد و این اطمینان داده بشه به جامعه. من در همون اوایل اعتراضات هم که بخصوصا جنبش دانشجویی در جریان بود همین مسئله رو عنوان کردم. فعالین دانشجویی ما، فعالین کارگری ما، فعالین مدنی، فعالین سیاسی ما باید بیشتر در مناطقی که وارد نشدن به عرصه، نیومدن داخل این اعتراضات، از دور بودن یا به شیوه‌های دیگه فعالیت می‌کردن، اطمینان داده بشه که منافع اونها هم تضمینه. همه اقشار جامعه در یک حکومت سوسیالیستی در آینده منافعشون تضمین خواهد بود، با این تفاوت که اجازه داده نمیشه کسی رو به بردگی و بهره کشی بکشه. این از کل سیستم ما حذف خواهد شد. امیدوارم الان دیگه خانم بوکا صدای بنده رو داشته باشن. بله، من صدای شما رو دارم. شما صدای منو دارید؟ بسیار عالی، من هم صدای شما رو دارم. خانم بوکا زیاد وقت نداریم متاسفانه، این برنامه زیاد قطع و وصل شد. امیدوارم پوزش ما رو هم بپذیرید و همچنین بینندگان عزیز ما، ولی حتما جبران میکنیم. من این وعده رو میدم. با شما صحبت‌های بسیاری دارم خانم بوکا. میرم سراغ پرسش پایانیم و زنده باشید. زنده باشید. میرم سراغ پرسش پایانی. در زمان اون روند اعتراضات جاری که بود، نقدی که گرفته میشد به ملحق نشدن جامعه کارگری ایران، مخصوصا صنایع نفت و گاز، صنایع عظیم ایران، فولاد، نقدی که گرفته میشد این بود که چرا جامعه کارگری به اون شکل گسترده و وسیع وارد نشد. اگه شاید اعتصابات بسیار وسیع انجام میداد، رژیم رو وادار به عقب نشینی میکرد یا فشار بیشتری می آورد یا حمایت گسترده تری میکرد به این شکل از اعتراضات. من یادم یکی از فعالین کارگری در این زمینه مثلا حرفی زده بود، گفته بود که مشکل ما اینه که پلتفرم به قول شما مشخص نبود، آلترناتیو مشخص نبود، رهبری بخصوصی نداشت، هنوز به اون مرحله نرسیده بود و خود ما هم اون آمادگی لازم رو نداشتیم. شما نظر ایشون رو تا چه اندازه صحیح میدونید؟ به نظر من از قلب اون کسی که کارگری که با شما صحبت کرده من ستایشش میکنم. حرف حق رو زد. درسته. شما تصور کنید 4 ماه حقوق دریافت نکنید، اجاره خونه رو ندید، پول آب و برقتون رو نتونید بدید، بچه میخواد بره مدرسه شام و نهار نداره، خودت مریض هستی، مادرت مریضه، پدرت مریضه، بعد به دادش برسی. خب با چه اطمینانی، با چه پشتوانه‌ای کارگرایی که حقوقی که میگیرن فقط به اندازه‌ای که تا 10 روز بعد از زندگی در ماه پیش بره است درآمدشون. ما خودمون به خوبی میدونیم که بیش از 40% 50% جامعه زیر فقر زندگی میکنه. 40-50% یه جامعه با یه ایرانی هست که میگن با سیلی صورتش رو سرخ نگه میداره. فقط 4-5% جامعه هستش که میتونه بگه اوکی من حقوقم خوب است و میرم و نمیدونم کارامو انجام میدم. این جمعیتی که از ایران خارج میشه اینا بیمار نیستن که از اونجا میان بیرون.
درآمدی که اونجا هست، شاغل که هست، نمیرسه نیازمندی های خودش و خانوادهش رو تامین کنه. خب فرار میکنه میاد بیرون و از بدتر. حالا که به این موضوع نمیخوایم بپردازیم، اما در رابطه با اینکه چرا کارگرها تصمیم اولا که باید بحث بکنن، باید گفتگوهاشون رو بکنن. اینجوری نیستش که ما یک کلید بزنیم کارگرها بدون بیان تو خیابون. از این خبرها نیست. کارگرها صاحب نظر هستن، به هم دیگه باید متحد بشن، کارهاشون رو باید تنظیم بکنن. یه مقدار پشتوانه تو خونه باید بذاره که وقتی میره توی اعتصاب بچه توی گرسنگی و نمیدونم خانه بدون نان شب نمونن. وظیفه ما اینجا، من همیشه عرض کردم، ما باید از این طرف، از داخل، از بیرون، از هر جایی که میتونیم این نیرو رو پشتوانه اقتصادی بدیم که بگیم بله میری تو خیابون، بله اجاره خونه رو نداره. مثلا یک فراخوانی بود که تشکیلات ما دادن، گفتن که تمام مغازه‌دارها مثلا اجاره رو 2 ماه نگیرن. خب این یک حرکت بی‌نظیره. اصلا این آلمانی ها، نماینده ها و یا آدم های دیگی که میشنون اصلا جا میخورن. میگه یعنی واقعا این تاثیر گذاشت روی مغازه‌دارها که از مستاجرینشون اجاره نگیریم؟ میگیم بله. مغازه رو میبنده. خب شام و نهار خبری نیست. خب شما خودمون رو ما باید جای این کارگرها بذاریم و بگیم به همین راحتی نمیشه به یکی گفت حالا پاشو بیا بیرون. اینجوری نیستش. باید تضمین بشه، باید پشتوانه داشته باشه. پشتوانه رو کی تامین میکنه؟ اون پلتفرم، اون اتحاد. ما باید بگیم که اگر شما در خیابان هستی و نمیتونی نان آور باشی، تو خیابونه، شغلش از دست داده، اون جوون مغازه کافتریا کار میکرد، خب هر روز حقوق روزانه‌شو که میگیره میتونه بره توی خونه یا شام نهاری بده به خانواده بخورن. خب ولی از کجا بیاره بده؟ یه خورده ما باید خودمون رو هم جای این کارگران و زحمتکشان قرار بدیم. اینا از کجا باید تامین بکنن؟ به همین دلیل ما یه وظیفه سنگینی روشونمونه. همینجوری نیست که فقط هر هفته مثلا یه تظاهرات بریم تموم شه. ما وظیفه سنگین داریم. این وظیفه رو تا مادامی که به رسمیت نشناسیم و انجام ندیم، خب این انقلاب هم تو کش پیدا میکنه. خب مردم چیکار کنن؟ کارگرها و زحمتکشان اینها باید با هم حرف بزنن، متحد شن، بگن ما خواستمون چیه، چی میخوان. اونا هم نان میخوان، اونا هم کار میخوان، اونا هم مسکن میخوان، آب میخواد، برق میخواد. نمیشه تو ظل زمستون تو این سوز و سرما برق نباشه که خونه گرم شه. چجوری این بچه دستش داره میره مشق کارهای درش انجام بده؟ انصاف هم باید داشت. ما باید به همه عزیزان بگیم هر طور که میشه با تمام که داریم پشت این باید وایسیم. 10 یورو، مای $10، مای 10 کرون یک جای مرکزی برسونیم که این پشتوانه این صندوق باشه، این صندوق اعتصابات. در تمام انقلابات شما برید توی مصر هم صندوق اعتصاب وجود داشته. ما باید صندوق درست کنیم، بیرون چه داخل هم باید درست بکنن. دلاری که الان شده 40,000 تومان، خب مثلا شما $100 میفرستی، خیلی پوله برای یه خانواده که بتونه به جوونش میگه برو تو خیابون، یا خودش میره توی خیابون وای میسته. خب یه کمکی حداقل اجاره خونه رو میده، شام نهار خونه میاد. مردم همه بدهی دارن، گرفتاری دارن. شما یه ماشین رو میخوای ببری تعمیر بکنی، یا نمیدونم موتور رو میخوای ببری یه لاستیک بهش بندازی، باید کلی پول بدی. خیلی گرونی قوقا میکنه. شما خودتونم گفتید مواد غذایی اصلا نمیشه سراغش بری. پیاز و گوجه فرنگی دیگه ساده ترینه، نمیتونی تامین کنی. نون نمیشه بخری. خب تامین بشه این انقلاب خرج داره. آمریکایی‌ها الان نشستن، میگه اب نداره، الان داره کش میاد به 4 ماه میکشه، بعد دیگه به گرسنگی که افتادن دیگه انقلاب نمیکنن. خب بعد من پول میریزم، اون پول بده. مطمئن باشید صاحب انقلابه. صاحب انقلاب کسی است که خرج میکنه توش. خرجم منظورم مالی، اقتصادی، جانی، زمانی، کاری، همه اینها اون خرج است. ما باید خرج کنیم توی این انقلاب، هر جوری که دستمون برمیاد، هر طور. الان مثلا رفقایی هستن که میگه من 20 یورو میتونم بدم، میگم باش. اون یکی میگه من 100 تا میدم، این خوب است. ما باید بریم پاد، ما باید در روی سایه های خودمون بپریم و الا این انقلاب سرکوب بشه، ایران نفس تا 5 سال دیگه نخواهد کشید.
سپاسگزارم خانم بوکای عزیز، بسیار خوشحالم از حضور پربارتون در این برنامه. به نکته بسیار ارزشمندی اشاره کردید. حتما ما انقلاب 57 هم هیئت مؤتلفه بازار همین کارو میکرد. زمانی که مرغ به قیمت 7 تومن رسید، اونا به قیمت 3 تومن به مردم میدادن، مردم رو جلب میکردن، تامین امنیتشون میکردن که بیان تو صحنه. ما اگه میخوام یه انقلاب مردمی و توده‌ای داشته باشیم باید همین کارو بکنیم. بسیار سپاسگزارم از حضور پربارتون، بسیار خوشحال شدم. در برنامه‌های آتی دوباره در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. خواهش میکنم. منم خیلی خیلی متشکرم. پوزش میخوام از بینندگان، از شما که این همه وقت گذاشتید و منتظر من هی ایستادید تا خط اینترنت وصل بشه. قربون شما، خیلی متشکرم. درود فراوان به همه. سپاسگزارم. درود بر شما. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، من هم عذرخواهی میکنم از شما بزرگواران و همین که وعده میدم در برنامه‌های آتی حتما دوباره در خدمت خانم بوکا خواهیم بود و موضوعات بسیار مهمی را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهیم داد. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. براتون شبها و روزهایی پر از سلامتی، سربلندی آرزومندی. به امید پیروزی.